امیدوارم که این جلسه‌ای که با هم داریم پربار باشه و من سعی کردم که یک رابطه‌ای بین اتفاقاتی که امروز بر ما میگذره در مورد حقوق زنان با تاریخ یک رابطه‌ای پیدا بکنم، زیرا من معتقد به حافظه تاریخ هستم و هیچ عملی رو بدون چراگونگی پیدا نمی کنم. و اگر امروز اعتقادات ما، اعتقادات اجتماعی ما و اعتقادات سنتی ما امروز اعتقاداتی شدند که دست و پاگیر هستند، ما سعی بکنیم ریشه های این اعتقادات رو پیدا بکنیم. و امروز به علت رژیمی که در ایران زندگی میکنه ما احساس میکنیم که هرچه بر ما میگذره از اسلامه، ولی امروز ما تمام قوانینی که ضد زنه در ایران، ما ریشه ها رو در تاریخ پیش از اسلام و در حتی در قرون وسطای ایران پیدا میکنیم. در نتیجه ما اگر امروز شکایتی از سرنوشت خود داریم، باید شکایت از تاریخ خودمون بکنیم که هر زمان بر ما گروهی غالب شدند و بر ما فرهنگ خودشون رو یادگار گذاشتن و امروز ما نتیجه دیروز ماست. در نتیجه من سعی کردم به صورت بی‌نهایت خلاصه و خیلی سریع از موقعیت زن در قبل از اسلام و موقعیت امروز زن و سعی بکنیم مرحله به مرحله اتفاقاتی که تحولاتی که برای جایگاه زن در اجتماع پیش میاد رو کمی بررسی بکنیم. در حقیقت انقلاب ایران طوفانی بود، نه تنها در مسیر خود همه چیز را نابود کرد، بلکه خواست هویت ما را نیز بدزدد. اما عشق ما به تاریخ و فرهنگ ایران نه تنها باعث نابودی نشد، بلکه آغاز شناختی بیشتر در مورد ریشه ها و این آشنایی هرگز اجازه نخواهد داد که ما ایران را در حقیقت ترک بکنیم. با نگارش بسیار سریع نگاهی به جایگاه زن در پیش از اسلام. زنان ایرانی قبل از اسلام از متمدن‌ترین زنان زمان خود بودند. او موجودی مقدس و لازمه حیات به مقام ارج نهاده میشد. در منشور حقوق بشر کوروش برای مثال زن حامله حق کار کردن را نداشته، بلکه حقوق و مقرری ماهیانه تا زمان تولد در نظر گرفته می شده. در زمان ساسانیان زنها می توانستند از مهره‌های مهم اجتماعی و امور کشوری باشند و حتی می توانستند پادشاهی را از پدر به ارث ببرند. ما در تاریخمون آذرمیدخت و پوراندخت که دختران خسرو پرویز بودند رو به عنوان مثال اینجا ازشون نام میبریم. البته این نگاهی که ما امروز داریم بر روی افرادی مانند آذرمیدخت و پوراندخت نباید فراموش بکنیم که این افراد جزو توده های مردم نبودند، بلکه جزو خواص بودند و این مقامی که خواص داشتن رو پای توده ها نباید بگذاریم. در دوره هخامنشیان که دوره شکلگیری سرزمین آریایی بوده، زنان و مردان در مراسم دینی همراه و پاسداران آتش مقدس و ما حتی روز 5 اسفند یا 5 اسفند آرمز، روز تجلیل و یا روز تولد یا روز به دنیا آمدن تجلی از مقام زن می شده. آزادی و برابری حتی می توانسته در فنون نظامی و حتی فرمانده سپاه باشند، مانند گردآفرید که مرزبان بوده ولی این فکر و اندیشه گویای این هست که در اون مقطع تاریخی نه حق مرد
یعنی حقوق مرد شناخته شده بوده، نه حقوق زن. در نتیجه در اون زمان ما بیشتر مشاهده میکنیم که افرادی که به قدرت میرسند شایسته سالاری فقط مد عمل اونها شایسته سالاریه. و همچنین میبینیم که انتقال سلطنت از پدر به دختر منتقل میشه. مانند آخرین پادشاه مادها آستیاک و دخترش ماندانا در حقیقت مادر کوروش بوده که خودش جانشین پدرش میشه. در حقیقت ما در زمان کوروش زنان دارای دوگانگی فرهنگی و تربیتی و اجتماعی نبودند. زنان و مردان از یک نوع سیستم فرهنگی و تربیتی و شایسته سالاری و داشتن قدرت در صدر اجتماع بسیار مهم بوده. و حتی میتوان گفت زنان در زمانهای موقعیت‌هایی برتر از مرد داشتند در کشاورزی و در مادرسالاری، زیرا زن را مایه حیات و ادامه زندگی می‌دانستند. در کشاورزی یا حتی مادرسالاری این اندیشه کشاورزی، چون در حقیقت مایه اقتصادی چیز دیگری نبوده به جز کشاورزی و دامپروری، در نتیجه این اندیشه زن سالاری و مادر سالاری تا مصر پیش میره و زن عنصر زاینده و با خورشید مناسبت پیدا میکنه و مرد به عنوان عنصری که نقش او در زادن نامعلوم بوده و با مرگ نابود می شده. تا زمان پرورش حیوانات اهلی و ظهور گاوآهن در کشاورزی باعث میشه که، یعنی ظهور گاوآهن و کشاورزی باعث میشه که کم کم قدرت و هدایت کشاورزی از زن به مرد و اداره کشاورزی به مرد منتقل بشه. در نتیجه به علت کار گرفتن نیروی عضلانی، فرهنگی و جنگ و شمشیرزنی و اقتدارگرایی همراه با تحکم و این آغاز جوامع مرد سالاری شد و ظهور خدایان مذکر که در انگاره‌های دینی آغاز دور جدیدی از پدر سالاری و مردم سالاری بوده. البته باید متذکر بشیم که آریایی ها قبل از ظهور ادیان به پرستش قوای طبیعت می پرداختند، مانند مهر و یا میترا. پرستش میترا بیشتر مورد علاقه شبانان و جنگاوران بوده و آیین مهر را بیشتر گله‌داران و چوپانان. با ظهور انگاره های زرتشتی نوعی اعتدال در باور ایرانی ها ظهور میکنه. البته در دین زرتشت مرد و زن در یک ردیف ذکر میشن. در این کیش بیشتر معتقد به مساوات در خلقت زن و مرد هستند. این خیلی فرق میکنه، در خلقت نه در اجتماع. اما زن در زمان ساسانیان به تدریج تحولات و تغییرات کلی و ریشه‌ای در تمام شؤون زندگی اجتماعی و خانوادگی پیدا میکنه. در عهد عتیق زن شخصیت حقوقی ندارد و جزء اشیا به شمار می رود و چیزی به نام ازدواج وجود ندارد، بلکه کلمه‌ای که پهلوی هست به نام کودک خدا که همون کت خدا. در نتیجه کت خدا همون شوهر یا مردی بوده که با زنی زندگی میکرده. بعد از آیین زرتشتی تعالیم دختران فقط به خانه‌داری و تسلیم قرار میگیره و دیگر حق معامله و معادله، داد و ستد و داشتن پسر وسیله سعادت دنیوی و اخروی میشه. در نتیجه ما امروز میبینیم که این ریشه هایی که امروز ما تا به اینجا صحبتشو کردیم امروز وجود داره
در اجتماع ما و این رو ما نمیتوانیم پای دین اسلام بگذاریم که ما با اسلام این اصول خانوادگی و سنتی بر کشور ما غالب شده. زنان پوششی به نام چتر که واژه پهلوی داشتند. البته چتر در زمان قبل از زرتشت هم وجود داشته. در این زمان رابطه مردان و زنان نامحرم وجود نداشته. از آن زمان پوشیده رویی مبدل به وظیفه اخلاقی و سنتی می شود و اختلاط زن و مرد وجود نداشته. البته زن بومی ایرانی حتی در زمان زرتشت در حقیقت حتی زنهای توده‌ای قدرت او نه تنها در زمین بلکه در آسمانها هم حفظ می شده. اما در حقیقت این قدرتی که هم در زمین و هم در آسمان حفظ می شده در مورد طایفه و خانواده دور می زده. اما حضور زن همیشه لازم بوده برای اندیشه، عاطفه، تدبیر و فکر او برای اقتصاد و سیاست بسیار تعیین کننده بوده. چیزی که ما امروز هم در ایران میبینیم نقش قدرت کامل رو زن در طایفه و در خانواده زن به عهده داره و ما میبینیم که زندگی امروز ما و یا فلسفه زندگی امروز ما کاملا در عهد عتیق و واقعا در زمان عهد عتیق شما میتونین جا پاشو پیدا بکنین. یعنی قدرت زن خلاصه به طایفه و خانواده میشه. در این زمان زنان به عنوان شاهد در دادگاه حضور دارند و وارث کامل پدر خود هستند. اما زنان از پرورش حیوانات اهلی و استفاده گاو آهن به کنار گذاشته شدند. البته زمانی که زن در کشاورزی بود زمانی بوده که اجتماع مادر سالاری یا زن سالاری بوده و زمانی که کشاورزی رو به وسیله گاو آهنی که کار زن نبوده و قدرت عضلانی میخواسته اون زمان کم کم جایگاه زن در اجتماع متغیر میشه. در نتیجه زنان از پرورش حیوانات اهلی و استفاده گاو آهن به کنار گذاشته میشوند و قدرت عضلانی آغاز جامعه نوین اجتماع مرد سالاری را مبتنی بر اقتصاد چوپانی، شبانی و شمشیر زدن و به لطف زور بازو آغاز مردم سالاری می باشد. ظهور خدایان مذکر در این مقطع جنگ‌های قبیله‌ای برای به دست آوردن زمین‌های خوشاب و هوا و چراگاه‌ها به قتل و غارت و دزدی منجر می‌گردد. در زمان خدای محبوب ایرانی‌ها آشو، زرتشت یا مهر و میترا همون گونه که گفتیم در علاقه شبانان و جنگاوران و خدای جنگ و ضامن عهد و پیمان بین قبایل بودند. در این آیین قربانی کردن حیوانات و چارپایان به خصوص اسب بسیار رایج بوده. جادوگری در میان مغان این آیین بسیار رواج و این کاهنان مانع تحول زندگی آریایی ها به شرایط جدید می شده. ظهور آشو زرتشت بین 1200 تا 600 قبل از میلاد مسیح و پیام او پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک بوده. از آن زمان آغاز به اصلاحات بنیادین میکنه. زرتشت اعمال جادویی و پرستش دیوان و قربانی کردن رو مخالفت میکرده و شمار زیادی که
صحراگردی می‌کردند را به کشاورزی و زراعت و درختکاری و غلات و حبوبات تا کم کم این فرهنگ مغان و جادوگری از بین برد. اما کاهنان و مغان میترائیسم همچنان بر رسوم خود پایدار بودند و همچنان به جادوگری اشتغال داشتند و افکار اشو زرتشت همچنان در مغایرت با افکار میترائیسم بوده. اما حضور تعالیم زرتشت در باورهای آریایی پیش از ورود زرتشت به فلات ایران به وجود آمده بوده، مانند اعتقاد به فرشته مؤنث یا آناهیتا در آیین زرتشتی و همچنان در اوستا نام زن و مرد در یک ردیف ذکر می شود و ضامن برابری حقوق زن و مرد و می توان در کلیات نتیجه گیری بکنیم که آیین زرتشتی از آیین‌های دیگر نسبت به مساوات در خلقت زن و مرد پیشروتر بوده. البته در پوشش زنان در همان دوران باستان پوشیده رویی حفظ حجاب را یک نوع وظیفه اخلاقی و سنتی خود می‌دانسته و در آن زمان مردان غیر محرم با یکدیگر اختلاطی نداشتند. هرچند در هیچ دوره‌ای پیش از اسلام حجاب تکلیف و دستور دینی نبوده است، اما در جامعه ایران از دوران باستان حفظ حجاب و پوشیده رویی را یک نوع وظیفه اخلاقی می دانستند. پس این حجابی که امروز ما داریم حجابی نیست که مایه‌اش از اسلام باشه، بلکه ما پیش از اسلام حتی در ایران باستان حجاب رو داشتیم. البته این حجاب در مقاطعی معانی دیگری پیدا می کنند. برای مثال در زمان ساسانیان حجاب مخصوص طبقه خاص اجتماع بوده تا در حقیقت توده ها افراد خاص رو که زندگی اریستوکراتیکی داشتند رو چشم اینها نبینه که اینها انقلاب بکنند. در نتیجه در یک مقطعی حجاب برای مخفی کردن ثروتمندان بوده، اما در ابتدا حجاب همون مفهوم حجاب رو داشته. بعد در جامعه ایران از دوران باستان علاوه بر این سنت ملی و یعنی این حجاب سنت ملی و یک پایه زندگی خانوادگی در جامعه ایرانی بوده و همیشه حجاب برای حفظ خانواده خیلی مهم به حساب می‌آمده. یعنی و اینکه زنها و مردها در آمیزش نبودند، در نتیجه چیزی میبایستی این زنان رو در خفا حفظ بکنه، زیرا هیچ نوع اختلاطی بین زنها و مردها در اجتماع وجود نداشته. در شاهنامه اغلب از نام پس پرده استفاده می شود که همان فلسفه اندرونی بیرونی می باشد که در زمان زرتشت در ساختار ساختمون ها دیده میشه که اندرونی و بیرونی داشتن، یعنی کسانی می توانستند به اندرونی نفوذ بکنند که همخون افراد خانواده بودند و غیر همخون ها از بیرونی نمی توانستند به اندرونی نفوذ پیدا کنند. زمان ساسانیان، ابتدای زمان ساسانیان، یعنی انتهای هخامنشیان و ابتدای ساسانیان. زمان ساسانیان ما میبینیم که 4 طبقه در اجتماع حکومت میکنند: روحانیان، جنگاوران، کشاورزان و پیشوران. و بین این طبقات هیچ نوع بدبستان فرهنگی
و چیز دیگری وجود نداشته. حتی ازدواج بین این طبقات ممنوع بوده، یعنی هر کسی با قشر خودش ازدواج میکرده و با قشر خودش کار میکرده. و در هر طبقه افراد ملزم در ماندن طبقه خود می بوده و ازدواج در همان طبقه افراد باقی می ماندن و اکثریت توده های مردم، چه مرد و چه زن، برده های بیش نبودند و در آتش بیداد طبقاتی می سوختند. البته بیشتر نامرادی ها بر دوش زنان بوده. با ظهور اسلام که بدون جنگ اعراب کشورگشایی شد و زنان پیشرو برای این استقبال. محمد در 621 میلادی خود را مبعوث به پیغمبری کرد. اینجا متوجه نشدم، با پیدایش اسلام زنها بدون جنگ پیشرو اسلام بودن؟ یعنی در کشور ما چیزی که همیشه گفته میشه که اعراب به ایران حمله کردند، در صورتی که اعراب به ایران حمله نکردند. ایران زمانی که اعراب به ما حمله کرد ما مسلمان شده بودیم. در حقیقت زمانی که اصلا ایران نمیتونست با اعراب جنگ بکنه، زیرا آخرین پادشاه ساسانی در حال جنگ کردن در روم شرقی، پادشاه ایران با امپراتور روم داشته جنگ میکرده و زمانی که در حال جنگ بودن اعراب بدون جنگ وارد مملکت میشن و زنها مستقبل از اعرابی هستند که به ایران تجاوز میکنن در حقیقت. اما جنگ زمانی شد، جنگ ایران و اعراب زمان عمر بود و زمانی که عمر به ایران حمله کرد ایران مسلمان بود و زمانی که اعراب به ایران حمله کرد هدفش مسلمان کردن ما نبود، بلکه هدفش از بین بردن علم و قرآن رو بر سر نیزه گرفتن که جایگاه هر نوع فکر و اندیشه و شعور رو قرآن جوابگو خواهد بود. در نتیجه آن زمان بود که اعراب ایرانی ها رو کشتند بدون رحم، ولی فراموش نباید بشه که تنها ایرانی ها رو نکشتند، بزرگان اعراب رو هم کشتند. تمام دانشمندها منجمین اعراب رو کشتند به علت اینکه زمان عمر که قرآن یک مودیفیکیشنی شد برای سیاسی کردن اسلام، که زمان عمر در حقیقت اسلام بهش اضافه شد آیاتی برای سیاسی کردن اسلام، و اون زمان بود که به ایران حمله شد. و زمانی که زمان ساسانیان ایران یعنی در حقیقت اعراب به کشور ما آمدند، مشکل ایران یعنی ظلم در ایران بیداد میکرد، در نتیجه به خصوص زنان، در نتیجه زنان در پیشرو این اسلامیزاسیون ایران بودن در حقیقت. بله، بعد محمد در 621 میلادی خود را مبعوث به پیغمبری کرد و مصادف با زمان خسرو پرویز ساسانی و سقوط ساسانی علتهای بیشماری داشت، از جمله هرج و مرج داخلی، اخذ مالیات‌های بسیار سنگین، همدستی روحانیون زرتشتی یعنی هیربودان و موبدان، بار دیگر زمامداران در چپاول مال مردم و اختلاف شدید طبقاتی و نزول اصول اخلاقی. زمانی که امپراتور روم شرقی و پادشاه ایران در جنگ بودند، اعراب با وحدت کلمه می‌کوشیدند محرومیت‌های دیرین خود را پایان بدهند، چون در هر حال ما می‌دونیم که اعراب در اون زمان بیشتر بادیه نشین بودند، شهرنشینی و
بیشتر از جنگ و راهزنی زندگی میکردن و ایران همیشه مانند یک خاری در چشم اونها بوده و برای اولین بار ایران رو در مقطعی دیدند که قابل حمله شدن و قابل تصرف و علتش هم مشکلات درونی خود ایران بود. زمانی که با عرب با وحدت کلمه میکوشیدند محرومیت‌های دیرین خود را پایان دهند. جنگ‌های قادسیه، شوشتر، حلول، عرب بعد از این جنگ‌ها عرب ایران رو فتح کردند. پس از حمله عرب مردم ایران دو دسته شدند. گروهی از موبدان که جزیه را پذیرفتند و دین اجدادی خود را حفظ کردند، مانند عیسوی ها، مانوی ها، مزدکی ها، بودایی ها، و بدین صورت کتاب دینی خود را حفظ و همچنین تمدن ایران باستان رو سعی کردند حفظ بکنند. و دسته دوم کسانی بودند که به اسارت در اومدند و یا مسلمان شدند و پس از و این افرادی که مسلمان شدند به زبان عربی آگاهی پیدا کردند و بعد از آگاهی پیدا کردن به زبان عربی توانستند نفوذ به کارهای مدنی و حکومت مسلمانان بکنند که این باز یک نقطه مثبتی برای یک ایران شکست خورده بود که باز افرادش در حکومتی که بنی هاشم و بنی امیه برپا کرده بود میتونستن نفوذ بکنن اقلن بتونن کنترلش رو داشته باشن. وجود ایرانیان، مسیحیان، یهودیان، عرفا باعث شد تا دیگ اعتقادی آن منطقه ملغمه‌ای از تمام فرهنگ‌ها، تفکرات اعتقادی متفاوت باشند و قوانین اسلامی منطقه را دستخوش تغییرات کرد. به خصوص حق و حقوق زن در زمان پیش از اسلام از قوانین و افکار و اندیشه های یونان باستانی گرفته می شده، در صورتی که در شیوه های اسلامی آنها از هر نوع حقوق و تحت تاثیر فرهنگ ضد مؤنثی، یعنی فرهنگ ضد مؤنثی پیدا کردن با حضور اسلام در ایران. امروز شما در بسیاری از کشورهای اسلامی شاهد مبارزات احقاق حقوق زنان هستید، اما به نظر من بی‌عدالتی ها در خود قوانین دینی وجود دارد. بدین صورت می توان تفاسیر مختلفی از قوانین اسلامی ارائه داد و ما از این خلاصه‌ای که الان گفتیم میخواهیم نتیجه گیری بکنیم که یک، تاریخ ما در نوع بینش ما، در نوع فرهنگ ما بی اثر نبوده و چیزی که امروز داریم زندگی میکنیم تتمه همون زرتشت یا میترائیسم یا مهر میبینین جابها در این ادیان وجود دارند. در نتیجه ما با اسلامیزه شدن زیاد وضعیت زن تفاوت نکرد. در نتیجه ما خواستیم که بگوییم اگر ما تاریخمون مشکلی داشته، این مشکل روی ما بی اثر نبوده. در نتیجه ما میخواهیم زنان همیشه در اجتماعات نسبت به مردان دیگری حساب میشدند و این اندیشه در ذهن مردها در حقیقت یک هویت دیگری، یک هویتی شده که این هویت زنه
بنابراین باید بپذیریم که مردان کنشگرند و زنان کنش پذیر. سیمون دو بوا میگه که مقدم بر ماهیت است. یعنی سیمون دو بوا میخواد بگه که انسان هیچ نوع ماهیتی از جمله ماهیت زن و یا ماهیت مرد نداره، بلکه این تربیت هست که او را زن و یا مرد میکنه و نقش فرهنگ و تربیت رو خیلی پررنگ میبینه برای ماهیت افراد در اجتماع که میتونه ماهیت زن باشه. و سوالی که پیش میاد چرا دختران از ابتدا از اول کودکی نقش‌های فرهنگی معینی را میپذیرند و اینکه چگونه زنان به وسیله تاریخ و افسانه‌های تعریف شده برای خود ایدئال و هویت جنسی می‌سازد و چگونه همین داستان‌ها کم کم جایگاه او را تعریف می‌کنند. تاریخ فرهنگی مانع از آن شده که زنان آزادی خود را درک کنند و بر اساس آن عمل کنند. اما امروز پذیرفتن این داستان‌ها و افسانه‌ها و ریشه‌های تاریخی می‌تواند دفع آنها می‌تواند قدمی به پیش باشد و تا زمانی که زنان به مردان اجازه دهند که چیستی آنها را تعریف کند آزادی وجود نخواهد داشت. تا زمانی که استدلال‌های مردانه به روی زیست شناسی، روان شناختی، زنیت شناسی را مردان تدوین بکنند رهایی وجود نخواهد داشت. در طول تاریخ همان گونه که یادآور شدیم زنان عامل انحراف و نابهنجاری اجتماع به حساب می آیند و تا زمانی که ایدئال اجتماع رسیدن به مردانگی است باز ما به آزادی نخواهیم رسید. و این اندیشه که زنان ناهنجار در مقابل مرد هنجار و منحرف در مقابل طبیعی هستند، این اندیشه در مقابل پیشرفت مانند یک مرز بتونی می باشد. در صورتی که امروز ما شاهد هستیم که زنان نه تنها قادر هستند در رقابت با مرد قرار بگیرند بلکه از آنها پیشی هم بگیرند. اجتماع زن را دیگری در کنار مرد می‌داند و یا اینکه هویت دیگری را باید خود زنها بسازند. اما این واقعیت است که مردان کنشگرا و زنان کنش پذیر هستند و این حس کاملا ذاتی می باشد. حال سرنوشت ذاتی زنان همچون مادری، روابط زناشویی موانع طبیعی هستند که آزادی زن رو محدود می کنند. اما امروز با آزادی اقتصادی زنان و حضور بیشتر در اجتماع و مسئولیت پذیری او باعث می شود که فرهنگ وابستگی سبکتر شود و افسانه هایی که او را زن کردند فقط در میان تاریخ به امانت بگذارند و امروز زنان ما مسئولیت سنگینی بر دوش دارند، نقش مادری که بالاترین نقش می باشد که باید با زبان فرهنگ و تربیت با زبان فرهنگ و تربیت
مردان و زمان را تربیت و انسانهایی شایسته تحویل اجتماع و نه زن و نه مرد، و این بزرگترین وظیفه دور ساختن اجتماع و ساختن اجتماع با عدالت و برابری زن و مرد، زیرا فقط او میتواند ارزش‌های والای انسانی و احترام و برابری را به فرزندانش منتقل کند. و من فکر میکنم که زنان تنها کسانی هستند که میتوانند در مقابل بی‌عدالتی‌ها در اجتماع ایستادگی بکنند، زیرا ما شاهد هستیم که این مادران دختران رو تربیت میکنند و مردان رو هم تربیت میکنند، و این پارادوکس در نوع تربیت که در زنان دیده میشه یکی از عوامل خشونتی است که کمپلکس خود زنها به وسیله قدرت دادن به پسرهاشون در حقیقت یک نوع ارضا میشوند. ما میتوانیم فکر بکنیم که زن مرد رو در بطن خودش داره و این اجتماع هست که به زن اجازه نمیده که اون بخش مردانه زن، که باز من نمیخوام از مردانه استفاده بکنم چون برای من صفت والا نیست، اما من فکر میکنم که زن در حقیقت عامل اصلی خشونت در دنیاست و این زن میتونه پسرهایی تربیت بکنه که این پسرها دنبال خشونت و مردانگی رو در زور و چالش نبینند. و چند وقت پیش من داشتم یک مقاله در مورد تربیت پسران میشدم که برام شوک‌آور بود، برای اینکه پسر بچه رو خواهر کوچک رو آویزون برادرش کرده بودن توی همین کیسه هایی که مادرها روی سینه‌شون بچه ها رو حفظ میکنن. این کیف رو روی سینه پسر بچه 9 ساله خواهرش، یعنی خواهر رو، و این شراکت ها در امور تربیتی میتونه پسرها و روح مردانه و خشونتبار مردها رو نزدیک به روح انسانی و تلطیف بکنه. دوستانی که میخوان پرسشی دارن دستشون رو ببرن بالا. خانم فریبا بصیری. بله، من میخواستم که بپرسم که مبنای این نوشته های شما یا گفته های شما از چی بوده؟ همونطور که قبلا اونجا باهاتون صحبت کردم یه تقارنی بود بین صحبتاتون بعد و اون حمله عرب‌ها به ایران که ما همیشه می‌دونستیم که اونا حمله کردن و الان نه، یه دروغ تاریخیه. بله، این یک دروغ تاریخیه و شما اگر نگاه بکنید بله این مسئله حمله عرب به ایران کاملا زمانی که حمله شده به ایران این ثابت شده است که کسی دفاع نکرد و کاملا ورود عرب ها به ایران با صلح بوده، صلح نه با جنگ، یعنی ولی خونریزی نشده. خیلی راه بله به خاطری که مردا در جنگ میکردن، مردا در جنگ بودن، اصلا مملکت نه سر داشته نه زمان پادشاه در حال جنگ، پادشاه ایران در حال جنگ کردن با امپراتور روم بوده. در نتیجه کشور بی سر و ته بوده، بی سر و پیکر بوده. در نتیجه خیلی راحت عرب نفوذ میکنن در ایران و ایرانو میگیرن و زمانی جنگ میشه 4 سال بعد، 5 سال بعد از ورود عرب به ایران جنگ واقعی میشه و زمانی بوده که برای از بین بردن علم ایران بوده. کتابخونه ها رو میسوزونن، دانشگاه ها رو غرق میکنن و بسیاری از دانشمندهای ایرانی رو میکشن. در نتیجه حمله واقعی عرب به ایران زمان عمر بوده.
از جمله میگن دخترها رو زنده به گور میکردن. این یک دروغ تاریخیه. یک قوم خاصی بوده که این قوم خاص فقط دخترها رو زنده به گور میکردن و خیلی غیر منطقیه که ما فکر بکنیم که عرب‌ها دختراشون رو زنده به گور میکردن، برای اینکه اگر زنده به گور میکردن بس تولید مثلشون از کجا، یعنی چجوری زاد و ولد میشده در عربستان اگر دخترها رو زنده به گور میکردن. در نتیجه اینها حرفاییه که واقعا با تعصب گفته میشه. بله در هر حال ما نه عرب هستیم و نه خواهان دین عرب هستیم، ولی اینکه بخوایم قلوفگویی بکنیم که اعراب دخترها رو زنده به گور میکردن، این یک دروغ تاریخیه. بله یک قوم خاصی که الان اسمش یادم نیست که هنوز هم نسبت به زنان دید خوبی ندارن، اونها زنده به گور میکردن دخترها رو. ولی در غیر این صورت عرب زندگی میکردن، زاد و ولد داشتن، اینها رو که از خارج وارد نمیکردن. در نتیجه باید کمی منطقی بود که پس چگونه زندگی عرب ها به قول معروف زاد و ولد می شده، چگونه اگر قرار بوده که عرب ها دخترها رو زنده به گور بکنن که اجتماعشون اصلا از بین می رفت، یعنی اصلا نسلی باقی نمی مونده. پس این حرف به نظر من یک دروغ تاریخیه. ببخشید در مورد درست یا غلط بودن صحبتاتو من کاری ندارم، فقط در مورد منبع تحقیقات ببینید منبع همین سوال کرد از شما، منبع رو میخوام. بله ببینین منبع تحقیقات من بی نهایت کتاب بوده. یعنی من در مورد اسلام و جایگاه زن در اسلام کتاب خوندم، کتاب‌های مختلف زن در اسلام، از کتاب‌های اسلامی، زن در تاریخ باستان، از کتاب‌های تاریخی، و الان اگر بخوام به شما یک بیبلیوگرافی بدم باید یک لیست 20 کتاب 30 کتابه برای شما آماده بکنم که الان در حال حاضر من آماده نکردم. اگر میدونستم که برای شما ممکنه بیبلیوگرافی من مهم باشه حتما من برای شما نام بیبلیوگرافی رو آماده میکردم. دوستان هر وقت سوال میخوایم بفرمایین دستتون رو بالا ببرین، چون ممکنه قبل از شما کسی دستش رو بالا برده باشه که اجازه داده بشه که سوال بفرمایید. خب دوستان دیگه، خانم مژگان. من برام جالبه که بدونم از زمان قدیم آقایون ایرانی چند تا زن داشتن؟ زن چه موقعی شدن یه نحوه زن؟ ببینید کلا در حتی زمان زرتشت هم پلیگامی وجود نداشته. زمانی مردها زن دوم یا زن چندم میگرفتن که دلیل منطقی داشته باشن. اولا که زنها دارای مهر بودن و چند زنه هم نبودن، فقط زمانی چند زنی میتونستن باشن که زن نازامی داشتن. البته قبل از آیین‌های، قبل از زرتشت، در زمان میترائیسم چند زنی آزاد بوده، اصلا ازدواج وجود نداشته در حقیقت. یعنی چیزی، یک معامله‌ای به نام ازدواج وجود نداشته. ارباب داشتن زنها، همون کد خدایی که به زبان پهلوی میگفتن در حقیقت ارباب زن بوده. در اون زمان چند زنی، ولی از زمان زرتشت چند زنی دوباره از بین میره تا زمان ظهور اسلام که دوباره چند زنی رایج میشه. خواهش میکنم بفرمایید. خواهش میکنم. اکشن میترسم اکشن بگیم. و یه جا خیلی ممنون استفاده کردم، ولی با عرض نظر یه مقدارم گیج شدم. اول اینکه ببینیم بحث موضوع سخنرانی شما هست نگاهی بر جایگاه زن در جامعه ایران امروز. بله. بعدم توضیح میدین که ایران زنان امروزه با چجوری مشکلات حل کنن، زنان چگونه میتونن پاسخگوی دو راهی‌های برآمده از فرهنگ سنتی و تجدد باشن، چه جایگاه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میتوان در آینده برای زنان تصور کرد. همینجوری میاد، یعنی بیشتر برای وضعیت فعلی زمان و آینده. ولی ما متأسفانه در صدر اسلام گیر کردیم در سخنرانی شما. نه ببینین تمام نشده. بله این یکی. بله.
دوست داشتم که بیشتر بگیم که الان مشکلات امروز چیه و زنان چیکار باید بکنن که این مشکلات رو حل کنن. دوم اینه که خیلی عذر میخوام با اینکه دوست دارم ولی میخوام بگم که یه تناقضی دیدم در سخنان شما. بله. فرمودین مشکلات پیگی زنان ریشه در ایران باستان. شاید درست باشه. من نمیدونم شاید درست. ولی از اون بر تناقض سخنان شما این بود که در ایران باستان زنان حتی میتونستن پادشاه بشن. اسم تو خانم گفت. بله. زنای حامل حقوق میگرفتن. بله. بعدش زنان در دادگاه نمیدونم قضاوت میکنه یا شهادت. یعنی خیلی حقوقی داشتن. پس بالاخره این زنای ما در ایران باستان حقوق داشتن یا اینقدر بعدشون بد بود که کار امروز زنان هم نتیجه اون زمان. بعد با اجازه شرینجا یه ذره ادامه بدم. بعد شما فرمودید که در جنگ عرب و ایران زنان به کمک مسلمانان رفتن تا ایران رو تسلیم کنن. نه اینو نگفتم اجازه بدید. من مقاومت نکردن. اصلا جنگی نشد. جنگی نشد و گفت زنان دوستشون بله. نه زنان استقبال کردن. زنان که اولا موقعی تشکیلاتی نداشتن، سازمان زنان نبود تصمیم بگیرن با هم که الان اینا بودن. یک دوم اینه که ما میبینیم که زنای ایران مثل دختر یزدگرد سوم و خیلی زنای دیگر ایران مقاومت میکنن و اسیر میشن و در بازارهای برده فروشی که آقای حسین آقا پسر علی هم دختر یزدگرد رو میگیره تو بازار. دختر یزدگردی وجود نداشته. یزدگرد سوم 27 سالش بوده که به وسیله دهقان کشته میشه و اصلا دختری وجود نداشته که بخواد زن امام حسین بشه. شهربانو رو شما میگین؟ بله. که زنای ایران در کنار مردم مقاومت کردن. بله. من ضد عرب نیستم ولی اون موقع عربا حمله کردن و ما هرچه داشتیم. حمله دوم بود. بله. شد حمله نهاوند، مقاومت ایرانیان در نهاوند که چقدر کشته شدن، کاخ تیسفون و اینا به خاک و خون کشوندن. در نتیجه جنگ درست حسابی بود و ایرانیان مقاومت کردن. بله. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. اولا که زنان ما همه خواص نبودن. وقتی صحبت پادشاهی زن میشه این قانون شامل حال همه زنان نمیشده، جزو خواص بودن. در نتیجه شما نقش خواص رو با توده های مردم اشتباه نگیرین. توده های مردم حق و حقوقی نداشتند. زن چرا در یک مقطعی میتونه برابر مرد باشه؟ زیرا در اون اجتماع اصلا قانون و حق و حقوق تعریف نمی شده. وقتی که شما میبینید زنها شانه به شانه مردها جنگ میکنن، فرمانروا هستن، فرمانده سپاه هستن، این زنها زمانی است که نه حق مرد تعریف شده نه حق زن تعریف شده. اجتماع روی پایه های شایسته سالاری میچرخه. در نتیجه و شایسته سالاری به مفهوم امروز نبوده که شایسته سالاری فقط قدرت فردی بوده. یعنی اگر زنی میتوانست سرباز خوبی برای مملکتش باشه سرباز خوبی بود ولی حق و حقوقی نداشت. زن پیش از اسلام دارای حق نبوده بلکه دارای جایگاه اجتماعی بوده. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که اجتماع قبل از اسلام ایران پر از انسانهای خوشبخت و یا زنهای خوشبخت بوده. افراد خوشبختی وجود داشتن که دارای قدرت بودن، زن و مرد بودن، ولی شامل حال همه اجتماع نمی شده. من فکر میکنم که این برابری زن و مرد در باستان جزو طبقه خواص بودن که زنها و دخترانشون به پست‌های بالای اجتماعی و درباری می رسیدن، ولی توده های مردم شامل حال همشون نمی شده و ضمناً اجتماعات به قدری کست بوده که این کست ها بین این کست ها هیچ بدبستانی وجود نداشته. در نتیجه من فکر میکنم که ایران یک دست نبوده که و قانونی هم وجود نداشته که ما بتوانیم بگوییم در این مقطع تاریخی عدالت
به معنای واقعی کلمه و 100% حکومت میکرده. در نتیجه تضاد در آیین‌های قبل از اسلام بی نهایت وجود داره. از جایی شما میبینید که زن جنگ میکنه، از جای از سمت و سوی دیگر دارای حقوق نیست و این تضادها و پارادوکس‌ها تا زمان اسلام ادامه داره. ببخشید اگر زنها دارای حقوق نبودن در اون زمان مردها دارای حقوق نه خیر، مردها هم دارای حقوق. منم دارم دقیقا میگم شایسته سالاری حکومت میکرده ولی حق و حقوقی وجود نداشته. به همین علت در این مقطع تاریخی زنها و مردها برابرن. چرا برابرن؟ چون اصلا حقوقی برای کسی وجود نداره که کسی داشته باشه یا نشه. حقوق تقریبا میشه گفت با زرتشت به وجود میاد. حق و حقوق با زرتشت و بعد با اسلام کامل میشه. حال البته در اسلام حقوق برای زن وجود داره ولی نیم مرد، ولی وجود داره، در صورتی که در آیین‌های قبل از اسلام زنها همونجور که گفتم با اشیا، یعنی زن رو میشده داد و 2 تا کاسه فلزی گرفت. ببخشید این سوال پشتش میاد، آیا خانواده وجود داره؟ خانواده وجود داشته ولی ازدواج وجود نداشته. یعنی مرد که اسمش کت خدا بوده، زنهاشو، زنشو، قبیلهشو مسئولیت داشته ولی چیزی به نام قانون و تعهد وجود نداشت. در چه دوری بوده؟ در زمان ساسانیان. ببخشید در آدمش میخواستم سوال کنم نظر شما در مورد خانواده در زندگی امروز و آینده چی هست؟ خانواده متاسفانه امروز با شرایط اقتصادی اجتماع خانواده داره مفهوم عوض میکنه. در زمان ما خانواده فقط از یک مرد و یک زن و 2 بچه تشکیل نشده بود. وقتی میگفتیم خانواده عبارت از 30 نفر و 20 نفر بودن. ولی امروز شرایط اقتصادی و اینکه شرایط اقتصادی به نظر من توی فونداسیون خانواده حرف آخر رو میزنه. چرا؟ برای اینکه خانواده نسبت به اقتصاد خانواده فرم عوض میکنه و شما میبینین امروز خانواده هرچه کوچکتر و کوچکتر میشه و بچه ها خیلی سریعتر رشد میکنن برای وارد اجتماع شدن، مسئولیت پذیری. در نتیجه خانواده داره تقریبا تک‌سلولی میشه و امروز مسئله تنها، یعنی خانواده تنها مسئله نیست که صدمه پیدا کرده. انسان و فرهنگ انسانی، یعنی امروز اندیویدوالیسم فکر میکنم که حتی نفوذ توی ساختار خانواده کرده. یعنی اعضای خانواده، پدر نسبت به مادر، مادر نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به پدر مادر اون مسئولیتی که باید داشته باشن ندارن. برای اینکه اندیویدوالیسم، فردگرایی، یعنی شما در یک خانواده زندگی میکنید ولی برای خودتون زندگی میکنید، در صورتی که خانواده 40 سال 50 سال پیش مانند یک زنجیر به هم وصل بودن. ولی امروز حتی اعضای خیلی نزدیک خانواده نسبت به هم احساس مسئولیت نمی کنن و همین احساس رو شما ببرین توی اجتماع و ببینین که امروز اجتماع ما به دربدری فرهنگی برخورد کرده به علت اینکه انسان‌ها از هم غریبه شدن، احساس مسئولیت نمی کنن و تعصب از بین رفته. و امروز شما با نسل جوان از تعصب هم نمیتونید صحبت بکنید، برای اینکه تعصب براشون یک چیز دست و پاگیر بی مفهوم. شاید ما رو نسل خیلی ساده لوحی بدونن که از خود میگذشتیم، یک ریتم زندگی اجتماعی پیشرفته‌ای داشتیم، ولی امروز افراد زندگی پیشرفته‌ای در اجتماع، دوست و نزدیکان و اینها رو ندارن. یعنی خیلی محدود شده خانواده دیگه. خانواده به معنای عریض کلمه وجود نداره. خانواده خیلی کوچیک و رستوران شده. خانواده منظور در جامعه غربی یا ایرانی؟ جامعه ایران، دنیا هر کسی به نسبتی. شما الان در اروپا میبینید که کلن خانواده، بچه تا زمانی که 18 سالشه تو خانواده است.
بعد از 18 سالگی میره و شاید سال یک بار به خانواده برگرده، اون هم برای عید باشه. ولی ما در ایران یک همچین رابطه هایی نداشتیم و امروز در اروپا همون هم داره از بین میره. یعنی فردگرایی در حقیقت داره خانواده رو میبلعه. با اینکه خود فرد خوشبخت نیست و دارای، بالاخره انسان یک فرد اجتماعی و نیاز به فرد برای زندگی داره، ولی تمام این بیماری های روانی تنهایی و ایزوله شدن در اجتماع رو زندگی میکنه، ولی متاسفانه نمیتونه تشکیل خانواده بده. برای اینکه تشکیل خانواده دادن نیاز به از خودگذشتگیه. یعنی من فکر میکنم که یک خانواده، تشکیل یک خانواده به این راحتی نیست و انسان‌ها دیگر آن از خودگذشتگی رو ندارن که بخوان تشکیل خانواده بدن. و شما میبینین مفهوم خانواده در اروپا دو فرد مستقل هستند که در کنار هم زندگی میکنن و هر کدام باید در ساخت این خانواده فعالیت بکنن، در صورتی که نیم قرن پیش زنان ما در منزل می نشستن و مردان مسئول گذران خانواده بودن و شما امروز یه همچین کوپلی رو نمیبینین که زن تو خونه بشینه و مرد میره کار بکنه و مسئولیت خانواده رو داشته باشه. من خواستم سوال کنم در مورد کمپین زنان ایران که جدیداً تشکیل شده که 50 زن به مجلس برن، نظرش؟ ببینین من کلاً چون ریشه جمهوری اسلامی رو قبول ندارم، در نتیجه 50 زن که چیزی نیست، 400 تا زن، 500 تا زن که تمام کرسی‌های مجلس میشرم، اگر زنها پر بکنن من اونها رو قبول نخواهم داشت. زیرا من فکر میکنم باید ما به ریشه بپردازیم، نه به صد. برای من امروز مهم نیستش که زن در مجلس باشه. البته من با شما موافقم، من خودم هم همینجور فکر میکنم، ولی با این ترتیب که در همین وضع فعلی هم به هر حال زنانی هستن که بلند شدن میخوان وضعیتشون رو تغییر بدن. اولا که ببینین من فکر نمی کنم که این وارد شدن زنان به مجلس یک کار صادقانه ای باشه. چرا؟ برای اینکه شما میدونین برای وصل شدن به یک ارگان دولتی شما باید از هزاران ارگان اطلاعاتی امنیتی فیلتره بشین. چطور ممکنه 50 تا زن امثال خانم نسرین ستوده و این افراد امروز میخوان کاندیدای مجلس بشن؟ ببینین مگه میشه؟ مگه میذارن؟ مگه خانم ستوده، مگر اینکه پارتیشون خیلی قوی باشه، مگر خانم ستوده میتونن از فیلتراژ شورای نگهبان رد بشن؟ در نتیجه ببینین این حرفا برای من جوکی پیش نیست، یا اینکه پشت دیوار داستان دیگری است که مدعی میشن میخواهند. و جالبتر این که دیگه مجلس شورای اسلامی رو دیگه مجلس شورای اسلامی هم نمیگن این افراد، میگن مجلس شورای ملی. یعنی چی این حرفا؟ کدوم مجلس شورای ملی؟ بله گنجی تبل. چون این سال پرسیده شو سال بعدی میتونم. شما مطمئنید؟ بله آقای نایب باشه. اما یه مشکل بزرگی که ما داریم، زنهای ما متخصص میشن ولی دموکرات نمیشن، آزاده نمیشن. با تحصیلات عالیه، با پست حساسی شما در اجتماع داشته باشین، حتی در اجتماع ایران، گویای این نیست که شما از سنت فرار کردین و وارد دنیای مدرنیته شدین. زنهای ما تحصیل میکنن، زنهای ما به جاهای خیلی خوبی میرسن، ولی وقتی در عمق اندیشهشون میرین میبینین یک زن سنتی هستند. و به این راحتی نیست که ما از یک فاز سنتی به یک فاز مدرن برسیم. در مرحله اول نیاز به یک تابوشکنی ذهنی داریم که این ما در اروپا زندگی میکنیم، ولی هر کدوممون رو تکون بدن پر از تضاد میریزه پایین. ما ممکنه
در اروپا زندگی بکنیم، خیلی هم خودمون رو ادپته کرده باشیم به اجتماع اروپایی، اما با خودمون ما ایرانیت رو آوردیم اینجا. یعنی وقتی میریم تو خلوت خودمون حتی ممکنه 2 رکعت نماز واسه امام حسین هم بخونیم. اون دیگه شما میبینین اینجا مساجدی که ساختن پر از ایرانی هست. این گویا من یک دوستی داشتم برگشت به من گفت فلان خانوم اومده بود سفارت برای عاشورا 500 یورو داده که حاج آقا داری میری تهران بنداز توی امامزاده ساله. خب ببین ماها هستیم، این خانوم تنها نیست، ما هستیم. البته این فرهنگی که ما زندگی کردیم و هر زمان خودمون رو میتونیم به این تاریخ درخشنده زن خودمون رو مستند بکنیم، این خودش نجات دهنده ماست. و چیزی که ما رو فریب میده فرهنگ سنتیه. یعنی تمام معیارهایی که روزی برای پدر مادر ما ارزش‌ها بودن که این ارزش‌ها رو به ما منتقل بکنند، امروز ما با آگاهی میتونیم بگیم که اینها امروز ضد ارزش‌ها هستند. در نتیجه اگر ما توجه بکنیم، البته خیلی سخت رها شدن، انسان در تاریخش خیلی راحته برای اینکه تمام پیچ و خم تاریخ رو میشناسه، تجربه داره، میدونه سر پیچ چه چیزی منتظرشه. البته من خودم سنتگرا هستم، زن تحصیل کرده ای هستم، ولی همون تضادهای فرهنگی که یه عمر باهاش بزرگ شدم که امروز هم عده‌ای بهش میخندن، من توش راحتم برای اینکه میشناسمش. اما ببینید فرض بکنیم من بزرگترین وظیفه یک زن مادری میدونم، برای اینکه وظیفه زن خیلی بالاست، مادر شدن در حد خداییه. آیا بالاتر از این میخواین باشه؟ در حد خداییه. در نتیجه من زن رو در پست مادری، در مقام مادری خیلی خوب میبینمش. اما وظیفه مادر چیزی نیست که مادرهای ما به ما دادن که ما نتونستیم اون رشدی، اون تبلوری که داشته باشیم باید میداشتیم به علت فرهنگ سنتیمون نداریم. ما اومدیم در اروپا زندگی میکنیم ولی با یک چمدون پر از کمپلکس که از اجتماع ما، از خانواده ما اومدیم اینجا زندگی میکنیم، ولی من فکر نمی کنم که رد شده باشیم. ما هیچ کدوممون یک زن اروپایی نیستیم، البته زن عرب هم نیستیم، البته ما زنان ایرانی هستیم با فرهنگ خاص خودمون که کاملا از گذار تاریخ به ما به ارث رسیده. گاهی جذابند وقتی که ما عید نوروز میگیریم، یک جشن باستانیه، در صورتی که شادیم. وقتی که چهارشنبه سوری پا میشیم میریم بشقاب زنی، شادیم، دوستش داریم. نمیدونم وقتی که میگن شب چهارشنبه سوری حتما باید رشته پلو بخوری تا مشکلاتت باز بشه، با تمام این که میدونیم مفهوم علمی نداره ولی شادیم. در نتیجه من فکر میکنم که حفظشون کنیم تا جایی که مزاحمت برامون ایجاد نکردن. برای مثال زنها امروز مسئولیت بزرگی دارن برای تربیت و اندیشه عدالت خواهی از فرهنگ زن میتونه تبلور بکنه. چرا؟ چون زن در حقیقت همان گونه که خدا به انسان‌ها، البته من به خدا اعتقاد ندارم، همان گونه که خدا به انسان‌ها پیام فرستاده برای زندگی نیک، ما هم باید در زندگی خصوصی خودمون پیغمبر خودمون باشیم برای پیدا کردن بهترین راه. و بهترین راه اینه که مردها از اون صفت جنگجویی و خشونت خواهی و پرخواهی و تمامی، البته خیلی کم شدن، از اون تمامیت خواهی دست بکشه و زمانی دست خواهد کشید که خواهد دید ما قابلیت داریم و آن زمان کاری. یعنی
برای مثال ما امروز در ایران خیلی شرایط حق و حقوق زنان آزاردهنده است. برای مثال خانم ورزشکار میخواد بره در مسابقه بین المللی، شوهرش اجازه نمیده. خب این خیلی غمگینه. اما من فکر میکنم که این قانونه، ولی همیشه راهی برای فرار از قانون وجود داره و اون چه راهیه؟ قوی تر از قانون بودنه. زنها چگونه میتونند از قانون قوی تر بشن؟ زمانی که از چیزی که امروز هستند دیگر نباشند. یعنی من فکر میکنم که اگر بانوی ایرانی در پست و مقام بالا باشه که مردی در زیر دستش کار بکنه، فکر نمی کنم که اون مرد به خودش هرگز اجازه بده که فکر بکنه حق و حقوقی بالاتر از اون زن داره. در هر صورت سپاس از شما. خواهشون. مرسی. مرسی. دستشون